وفات خانم نغمه حقیقت داشته است. نغمه هنرمند مشهور افغان در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل نشر خبرهای مرگ وی در صفحات مجازی چی بوده است؟ گفتنی های تازه خانواده نغمه و لغم تمامی کنسرت‌های نغمه در کشور امریکا، اما به چی دلیل؟ نغمه چرا دیگر آهنگ جدید نسروده است؟ گفتنی های تازه منگل همسر سابقش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. خانم نغمه هنرمند مشهور، یکی از ستاره‌های ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، از مادر و پدر پشتون دیده به جهان گشوده است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را از سن نوجوانی به پیش می‌برد. وی در طفولیت به ولایت کابل کوچید و با خانواده‌اش در کابل بزرگ شده است. نغمه در سن نوجوانی ازدواج کرد. ازدواج نغمه با منگل بار انتقادات و حمایت‌ها را به همراه داشت. منگل نغمه را خیلی دوست داشت. آهنگ‌های عاشقانه بیشمار سرودند که تاکنون آهنگ‌هایشان در دل‌های مردم افغانستان ماندگار بوده است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان توانسته است در مدت خیلی کوتاه شهرت خوبی برای خودش کسب کند و می توان با جرأت بیان کرد نغمه هنرمندی است که در میان مردم افغانستان هنر موسیقی را رونق داد. این هنرمند در سال 2006 از منگل جدا شد و رهسپار کشور امریکا شد. در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد، ولی از شوهر دومش فرزندی نداشته است. تازه تصاویر بانو نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که بانو نغمه در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما تمامی کنسرت های جدید بانو نغمه که قرار بود در امریکا برگزار شود لغو شده است. اما من آرزوی خوشبختی و سعادت برای تمامی هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. آرزو دارم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی کاملا دروغ باشد. دوزاران و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما نازنینان را بر لای من نان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.